یو گایز، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من یاسر هستم و خوش آمدید به این ویدیو با انیمه جم. توی که وارد این ویدیو شدی حتما کنجکاوی و این سوالات ذهنتو درگیر کردن. و خب سوال اول، فصل 4 قرار کدوم حاشیه ها رو پوشش بده؟ سوال دوم، فصل 4 قرار در مورد چی باشه اصلا؟ چه آرک هایی داره؟ سوال سوم، تاریخ پخش فصل 4 قراره کی باشه؟ چه ماهی؟ چه سالی دقیقا؟ سوال چهارم، فصل 4 دقیقا چند قسمتی قراره باشه؟ تعداد قسمت هاش چقدرن دقیقا؟ و اما سوال پنجم، آیا فصل 5 قراره داشته باشیم یا نه؟ یا فصل 4 قراره فصل آخره که نیستونی با باشه؟ اگه جواب این سوالاتو میخوای بدونی حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. Let's go. سوال اول، تو فصل 4 قراره چه حاشیه‌هایی بگیم؟ خب بچه‌ها، همونطور که شما میدونید ما تا الان 3 تا فصل داشتیم و هر فصلش 2 تا حاشیه رو پوشش داده. فصل اول حاشیه‌های حشره، حاشیه‌های آب. فصل دوم حاشیه‌های صوت، حاشیه‌های آتش. فصل سوم حاشیه‌های مه، حاشیه‌های عشق. و اما فصل 4 قراره تمامی حاشیه‌ها رو پوشش بده جز حاشیه‌های شعله که متاسفانه دیگه به رحمت خدا رفته و حاشیه‌های صوت که اخیراً هم بازنشسته شده. و اما سوال دوم، فصل 4 قراره در مورد چی باشه؟ چه آرکایی قراره ببینیم؟ خب بچه‌ها، چیزی تا پایان انیمه نمونده چون کم کم داریم به تمام شدن مانگا نزدیک میشیم و من نمیخوام چیزی رو اسپویل کنم. فقط میخوام بگم که فقط 2 تا آرک مونده، آرک آموزش آشیرا و آرک جنگ با موزان. حالا که تا اینجای ویدیو اومدی حتما از ویدیو خوشتون اومده، پس چرا لایک نمیزنی؟ لایک بزن دیگه. دمت گرم. سوال سوم، تاریخ پخش فصل 4. خب بچه‌ها، استودیوی سازنده یوفیتوبل در این مورد هیچی نگفته و طبق پیامی که قبلا تو توییتر دادن تاریخ عرضه فصل 4 هنوز معلوم نیست و انتظار داشته باشین که بین بازه زمانی اواسط سال 2024 و اولای سال 2025 که خب اگه اطلاع جدیدی چیزی دادن من حتما به اطلاع شما دوستای عزیز میرسونم. سوال سوم، تعداد قسمت های فصل 4. خب بچه ها، همونطور که شما میدونید فصل 3 فقط 11 تا قسمت بوده و تونسته فقط 29 تا فصل از مانگا پوشش بده. و اما فصل 4 آرک آموزش آشیرا فقط 8 تا فصل داره، پس انتظار داشته باشین که فصل 4 قراره خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم. که خب استودیوی یوفیتوبل شاید بتونه با اضافه کردن فیلر و اینا شاید بتونه انیمه رو یکم طولانی تر کنه، پس انتظار میره که 10 تا قسمت باشه، در هر صورت از فصل 3 کمتره. خب سوال پنجم و آخری، آیا فصل 4 قرار آخری باشه یا قرار فصل 5 داشته باشیم؟ خب بچه ها، همونطور که قبلا گفتم فصل 4 قرار خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که شما فکر میکنید. این که آرک آموزش هاشیرا فقط کلن 8 تا فصل، زیاد نیست. پس اگه میخوان انیمه رو بلند کنن، یک کم قسمتاشو زیادتر کنن، باید که هر 2 آرک آخری رو توی این فصل قرار بدن. که خب من یه چند تا احتمال میدم. احتمال اولی این که شاید هر 2 آرک رو توی فصل 4 قرار بدن. احتمال دومی که فصل 4 قرار 2 پارته باشه، یا شاید هم یکی مثلا یه پارت 9 قسمتی بسازن بعدش مابقیش رو یه مووی یعنی عرضه کنن به صورت یه فیلم، یا اصلا شاید مثل اتک اون تایتن که پارت آخریشو به صورت 2 تا فیلم عرضه کرده، این هم شاید 2 تا فیلم عرضه کنه. خب بچه‌ها، شما چه احتمالی میدین؟ حتما تو قسمت کامنت ها بگین. و اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما برید به ویدیوهای قبلی کانال سر بزنید که خب اگه خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم اونا رو لایک بزنید و عضو کانال بشید. و خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و همین تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون باشه.